علتش چیه کمیته فنی انتخاب نمی‌کنه؟ نظر شما چیه؟ شاید آقای روشن یکی از افرادیه که همیشه قاطع صحبتاشو میکنه. منم سعی کردم همیشه حرفای واقعیت رو بزنم هرچند اگه تلخ باشه. یکی از دلایلش میدونید چیه؟ نه. شاید شما به عنوان مدیر عامل یا هیئت مدیره دل بخواد منو ببری اونجا به عنوان مربی، بله. ولی کمیته فنی تشخیص میده که آقا سعید لطفی توان فنیش در حد استقلال نیست. یعنی من با شما دوستم، میخوام شما رو بذارم سر الان همین استقلال، اتفاق تو باشگاه ما داره میفته، ولی کمیته فنی نظرش چیز دیگه است. برای اینکه کمیته فنی مقاومت نکند شما میفرمایید کمیته فنی انتخاب نمیشود. اصلا انتخاب میکنن به محض اینکه مقاومت ببینن از کمیته فنی یا همسو نباشه با هیئت مدیره یا مدیر عامل برمی‌دارن. مگه طی این چند وقته نبوده؟ تو این چند ساله؟ بله. خب یه معامله کنیم. آقای باشگاه استقلال، آقای هیئت مدیره، یه گروهی و تلفیق از جوانایی که تازه فوتبال رو کنار گذاشتن و نسلی که امثال آقای روشن و دوستای عزیز دیگه‌ای هستن، تلفیقی از اینا بیارید ولی اختیار بهشون بدید. فردا اگر جلوی شما وایسادن گفتن آقا سعید خوب نیست، مقاومت نکنید. صرف یه سری چیزای خاص، یه سری اتفاقای خاص، نمیخوام بحث با حاشیه ببرم. حرف درستی میزنه آقای روشن. دیر انتخاب کنیم، سخت انتخاب کنیم، ولی درست انتخاب کنیم. حالا انتخاب کردیم، درست و غلطش انتخاب کردیم، حالا بذارید باشه دیگه، بهش زمان بدیم. ببینید شما بهترین مربی دنیا رو بیاری توی استقلال فعلی با این فشار ایجاد شده، با این جو روانی ایجاد شده، نمیتونه کاری بکنه.